سوال اینجاست، آیا خدا حق داره یه مسابقه بذاره؟ خدا یه مسابقه گذاشته. دنیا میدان مسابقه است. 2 نفر مسابقه گذاشتن تو دنیا، یکی الله، یکی ابلیسه. 2 تا مسابقه. همه دعوت میکنن هر 2 تا که بیاید تو مسابقه ما شرکت بکنید. خداییش شما تو کدوم مسابقه شرکت میکنید؟ مسابقه ای که خدا برگزار کرده و مسابقه ای که ابلیس برگزار کرده. خودمون مالا الله یه مسابقه گذاشته میخواد تماشا بکنه، لذت ببره، و برای هر کدوم از مسابقه جایزه گذاشته. نگفته برای برنده تو مسابقه من جایزه میدم، گفته هر کسی شرکت کنه جایزه میدم. خوب دقت بکنید این تفاوتو. الله گفته من مسابقه گذاشتم تو دنیا برای بندگانم، هر کسی شرکت کرد اگه برندم نشه جایزه بهش میدم. نه اینکه فقط برای مقام اول، دوم و سوم جایزه میدم. خودمون برای اول، دوم، سوم جایزه میدیم، ولی خدا نه. مهم این که انسان در مسیر هدف قرار بگیره. بعضی انسان ها آمدن تو مسابقه شرکت کردن، فرصت نکردن، به زمین خوردن، یک سجده هم نکردن، بهشتی شدن. اون داستان قوم بنی اسرائیل که یه نفر 100 نفر کشت، اول تو مسابقه دیگه شرکت میکرد، بعد آمد تو مسابقه که خدا گذاشته بود. گفت من خیلی از این مسابقه ندیدم، 100 نفر رو کشتم، میخوام تو این مسابقه شرکت بکنم. آمد تو مسابقه شرکت کرد، مرد. همین که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان لا اله الا الله، آمد تو این مسیر، استغفر الله، توبه کرد، آمد تو مسیر، نیتش عوض شد، حرکت کرد، مرد. یا اصلا به تعبیر دیگه بگم، اون عالم بهش گفت باید برید تو مسابقه ای که تو اون روستا مسابقه خدایی گذاشتن، اونجا چه شرکت بکنید. گفت اون روستا کجاست؟ گفت چند متریه. پول بارشو برداشت که بره تو مسابقه خوبان شرکت بکنه، تو روستای خوب. وسط راه مرد، به مسابقه هم نرسید که اول بشه یا دوم بشه. یک سجده نکرد. بعضی موقع آدم میاد تو مسابقه خداوند، بازم یکی میخواد اونو بکشه بیرون، بازم دوباره استغفار هست، دوباره تو رو برمیگردونه به راه خدا. یعنی خداوند قدرت تدارک هم به تو داده که استدراک بکنید. اگر فول کردی، اگر خطا کردی، اگر لغزش کردی، دوباره استغفرالله، دوباره میاد تو مسابقه. پس خداوند در باز کرده. ابلیس هم دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن شکر خدا. دنیا میدانی است برای رقابت سالم در رشد، برای توانمندی، برای کارهای خیر. رقابت نه حسادت. فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرة من ربکم. مسابقه بذارید. یه زمانی تو جزیره مسابقات حفظ قرآن و قرائت میگذاشتن، چقدر عالی بود. چرا سست میشیم؟ چرا ضعیف میشیم؟ این عزیزمان، این 2 تا عزیزمان که خوندن چه صدایی داشتن. صداهای خدادادی. روی این صداها کار نشده. سید ابوالباعث خطالی دیشب یه خاطره تعریف میکرد. میگه چند مدت ما معین و روحانی کاروان حجاج بودیم، میرفتیم. جناب شیخ ما و استاد ما گفت که دعوت جوانای خوبه رمچا، دعوت جوانا، مثل که جوانای جنب و جوشی دارن. سید عبدالباعث درباره سن جوانی دیشب صحبت میکرد که جوانی لذت، جوانی نشاط، جوانی تحرک، جوانی شادابی، جوانی تراوت، جوانی همه چیز جوانی. میگه من یه سال
معین کاروان بودم. معین. رفتیم به عمره یا حج. رئیس کاروان به من گفت که آقای خطالی، من یه گروهی رو بردم که طواف بکنن، سعی بکنن کارشون انجام بدن. من کارم انجام دادم، یه 17 نفر ماندن. این 17 نفر شما جورشون بکشید. منم گفتم چشم، خیلی ممنون. خب من رفتم به خاطر همین کار که کمک حجاج بکنم. میگه وقتی رفتم که اون 17 نفر ببینم که همه از پنجاب بالا، همه از پنجاب بالا، حوصله ندارن، دست پا ندارن، چشمشون ضعیف، همه همجور افتادن نشستن. بهش گفتم هرچی جوان دست و بابار بود که رفت اونجا کعبه رو دید، نگاه میکرد، دیوانه میشد. 17 تا از کار افتاده. گفتی این سهم توست، حالا برو دنبال ویلچر بگرد و دنبال گوری و اونو کول بکن. زیر بغلش گرفتی بازم پاش یاری نمیکنه. بردیم روبروی کعبه، اینطوری میکنه کعبه نمیبینه، یعنی از چشمش لذت دیدن کعبه رو نمیبره. سدیس داره میخونه. تو رمضان میگفت بود، تو رمضان بود، بله عمره بود، تو رمضان. میگو چند روزش تو رمضان بود. میگو سدیس میخوند که 1,800,000 نفر تو نماز تراویح بودن. محاسبه کرده بود با آمار و ارقام. میگو سوال کردم از همون بلدیهش حرم که روز چند تن زباله حرم جمع میشه روزانه تو رمضان. گفت روز 180 تن. 180 تن همین ظرف پلاستیکی و سفره و هسته خرما. خیلی ها. میگه محاسبه کردم زدم چیزی اگر این 180 تن زباله رو تقسیم بکنید بر جمعیت، چیزی حدود 1,800,000 نفر درآمد تو محاسبه. وقتی نگاه میکردی که اکثرشون جوانن، فقط از مناطق و کشورهای مختلف آمده که لذت از چشمش ببره با نگاه به کعبه و شادابی و تراوت برای خودش روح و روانش ایجاد بکنه. لذت از گوشش ببره و خودش رو چه به آرامش و شادابی و تراوت برسه. آمده از اطراف دنیا که صدای سدیس بشنوه در خانه خدا و لذت ببره از گوشش. ایستاده 1 ساعت و نیم 2 ساعت در نماز تراویح ایستاده، اصلا آخ نمیگه، طواف داره میکنه. قدر جوانیتون رو بدونید. پیر میخواد لذت از چشمش ببره، نمیتونه. میخواد لذت از گوشش ببره، نمیتونه، سنگینه. میخواد لذت از پاش ببره، نمیتونه. جوان ما اگر متحول بشه، بپذیر تغییر، مشکل جامعه ما حل میشه. نه اینکه پدرها خوب نیستن، اینا هم عاشق کعبه‌ان ولی دیر متوجه شدن. زمانی رفتن که دیگه لذتی نمیبرن. و خداوند این ابزار همه ابزار رشده. چشم، گوش. یک کلمه با گوشت میشنوی دنیایی رو متحول میکنی. همون کلمه تحول توست. همینطور که این تاجره گفت، یک دید با چشمت میبینی دنیای تحول در تو میاد. از این رو به این رو و دنیا رو متحول میکنی. همین پریروز 4 تا جوان تاجر بازاری خواسته بودن که ببریمشون تو منطقه تنگ دالون و روستاهای دشت جیهون و کارستان بازدید بکنن. ما همراه یکی از دوستانشون کردیم 2 تا ماشین. میگو وقتی رسیدن به اون منطقه تو روستاها، وضعیت مردم رو دیدن، بچه یتیم رو دیدن. میگه یکیش رفت بغلش کرد، نمیدونست چی کارش بکنه، مثل که دست پاچه بشه. همیشه از اون مسیر میرفته عوض. یک کمی به خودش اجازه نمیداده بره تو این تپه ها، پشت این تپه ها چند تا روستاست تحقیق بکنه. دوستی که همراهشون بود میگه اصلا ما کجا بودیم؟ یعنی اینجا تو استان ماست، تو مسیر ماست، ما نمیفهمیدیم.
بچه تاجر سرمایه‌دار میگه یتیم رو بغل کرده بود، اون میگو من سقف خونه‌اش درست میکنم، اون میگو فلانش میکنم، اون میگو فلان میکنم. جوانای ما باید سوژه های خوب رو ببینن، باید نشونشون بدیم، باید بهاشون بدیم. این منبر و این محراب جای توسعه هدایته، جای توسعه و رشده، انحصاری نیست. این منبر و این محراب و این میکروفون اگر مانع رشد و هدایت و توسعه شد، این نمیتونه منبر خدایی و میکروفون خدایی باشه و محراب خدایی باشه. وقتی امام مسجد 10 تا جوان و نوجوان اجازه داد که تمرین اذان بکنن، بیان قرآن رو با تجوید بخونن، تربیتشون کرد و گفت جای شما اینجاست، اگر من اشتباه کردم اذان دادن یادشون بده، پیش نماز شدن یادشون بده. چه صدایی بود واقعا. من ندارم ولی لذت میبرم، اونم فرزند منه. ما بپذیریم که جامعه ما نیاز به رشد داره. با حسادت که نمیشه، با انحصار طلبی که نمیشه، با تکبر و خودخواهی نمیشه، با تحقیر دیگران نمیشه رشد ایجاد کرد. با دل بزرگ، خلیفه خدا دلش بزرگه، خلیفه خدا فکرش بلنده. خلیفه خدا صبرش بزرگه، خلیفه خدا سخاوتش بزرگه. اصلا انسان مؤمن با بخیلی با هم جمع نمیشه. بخیلی شیطانی است و تو ایمانی و ربانی است. محاله که بخل و ایمان تو یک دل جمع بشه، محاله، چون بخل از صفات شیطانه. از شیطان یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر میده، میگه اگر بذل و بخشش کردی فقیر میشی، دست تو جیبت نکن برای کار خیر، بذار مردم دست تو جیبشون بکنن، تو نکن. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. راه های رسیدن به خدا یکی نیست. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هزارها راه برای رسیدن به خدا هست. سعی بکن از همه راه ها برسی به خدا. چرا یکی رو انتخاب کردی؟ بعضی راه های کوچک تو رو به خدا میرساند. همون راه های کوچک هم غافل مشو. نگو من کار بزرگ نمیتونم بکنم چون پول ندارم. نه، راه های کوچک هم هست. اتقوا النار ولو بشق تمره. از جهنم و خشم خدا بترس و به خدا متصل بشو با یه نصف خرما. بده به یه روزداری، به یه فقیر. اگه یه خرما داری نصف کن، نصفش بده. تبسمک فی وجه اخیک صدقه. یکی از راه های رسیدن به خدا لبخند زدن خدایی تو صورت برادر و خواهره، صورت بشاش داشتن. اگر لبخند پیامبر گفته صلی الله علیه وسلم صدقه هست، پس صدقه یکی از راه های رسیدن به خداست. کوچه رو جارو کردن، تمیز کردن، خار و خاشاک جمع کردن، سلام کردن، مصافحه کردن، مسواک زدن، اینا همه راه های رسیدن به خداست. کان الله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه. میگن خدا از بندگانش گله میکنه. تو رو دعوت کردم به زیارت و ملاقات خودم، چرا نیامدی؟ چرا دعوتم رو رد کردی؟ میگه بارالله تو بالای عرشتی، چطوری من بیام دعوت تو لبیک بگم؟ گفت فلان بنده من مریض شد، نیاز به زیارت و عیادت داشت، نیامدی پیشش. اگر میامدی منو پیش اون میدیدی، من اونجا بودم. راه های رسیدن به خدا بی نهایته و وقتی راه های رسیدن به خدا رو به دست آوردی. یک روزی من عرایزمو در حد 5 دقیقه دیگه خلاصه میکنم،
جمع خیلی جمع شده، کامل شده و مردم ما خوبند و علاقمند. فقرا آمدن پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم، فکر میکردن که راههای رسیدن به خدا محدوده، در حالی که گریه و زاری میکردن و پژمرده بودن. آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ذهب اهل الدثور بالاجور، اونهایی که سرمایه‌دار و مالدار بودن هرچی اجر و ثواب و پاداش بود همه جمع کردن، با پولشون لشکر رو تجهیز کردن، با پولشون حج رفتن، پولشون زکات دادن، پولشون مسجد درست کردن، پولشون هرچی ثواب بود سرمایه‌دارا گرفتن و رفتن. ما دستمون خالی مونده، نه پول داریم که بریم حج، نه اسب داریم که جهاد بکنیم، نه پول داریم که زکات بدیم، نه پول داریم که مسجد درست بکنیم، چاه بخریم، برکه آب درست بکنیم، هیچ نداریم. پریشان بودن که نمیتونن کار خیر بکنن و فکر میکردن راههای خدا جلوشون مسدود شده، غبطی اونها میخوردن نه حسادتشون. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت ناراحت نباشید، یک بار سبحان الله بگی اینقدر فضیلت داره، یک آیه قرآن بخونید یک حرفش 10 تا حسنه داره، یک کار فلان، یک لبخند، یک فلان، یک بار لا حول ولا اله، یک بار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا، همش اینقدر فضیلت داره. خوشحال شدند و رفتن شروع کردن به تسبیح و ذکر و تلاوت. بعد از مدتی دوباره برگشتن گفتن یا رسول الله دوباره پریشان شدی. گفت این بار دیگه پریشانی برای چیه؟ گفت اون چیزای خصوصی که یاد ما داده بودید تجاری که کار خیر میکردن دوباره خبردار شدن، اون کارام انجام میدن. یعنی کار خیر میکنن، این ذکر و تسبیح و وردم از ما دوباره گرفتن، این چیزی که یاد ما داده بودید. گفت این دیگه فضل خداست. اگر تاجر سرمایه‌دار غنی که هم خیره هم با خدا و با تقواست کار خیر بکنه، خدمات اجتماعی، اماکن خوب عمومی درست بکنه، از مسجد و بیمارستان و درمانگاه و راه و چاه و اماکن خوب و تلاوت قرآن و تسبیح خدا و ذکر و پایبند اذکار باشه، این دیگه خدا به خودش داده و چنین تجاری واقعا کمیابن امروز.